مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برم بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیر. یکم برسنی رسته جا اومدگی نبودم، زورم اومد به خاطری مادر اومدم. ولی بسیارش میگه که کار که آخه ما دارم تاجیکستان جای من ولی تا زندگی در سر خودم بود کار میکردم. ای تاجیکستان نمیخواستم ببرم، افتم زنی تاجیک جوش تاجیکستان اینه که خیلی ایری مادرم ما و خیرام و پیش مادرم در اومدم. مادری ما کم ترک بلندی گذاشتن نتونیست غلطید دیگه. من از زبر را طاقت نکرده خسته اومدم. ولی بسیارش نویسته که مادرش ماشینی که خیلی قرضدار کشیدی دلت که کردن هم 147 قسمی 4 ماشینی که میگن خیلی که نمیدونم اون ماشین چی ماشینی که گفتی نه که دو آدم که قرضدار شدم خیلی دلش کردن. همش ایری زندگی ما شد. زندگی ما که ساز نبود شوی بناموس که نداشتم کار کنم و نگاه کنم. مادری من خیلی پشتی من خیلی قرضدار شد. مادر فرشته بود اما بال و پر نداشت. به خاطر مادر آمدگی است. اون مادر است که به خاطر فرزند ترمه رفتگی است. برادر عزیز این افسوزت نمیکنیم، غیبت نمیکنیم، چند قدر تونستیم یاردن میکنیم. به خاطر مادر مسافرت آمدگی آر ناموس کرده. بعضی مردکا همین کارو نمیکنن، بعضی بچه ها به خاطر مادرشان همین کارو نمیکنن. هستن اونه که مادر برده خانه پیرانسالا میپرتونن، هستن اون بچه هایی که گپی زن نگرفتن مادر تشنا میکنن. انا این زن آر ناموسی مردگی کرده به خاطر مادرش مسافرت آمدگی. برادر عزیز اون مادره که به خاطر فرزند حبس برفتگی. بیاید همین چند قدر تونستیم یاردن میکنیم برادر عزیز. همین خواهر کمی هم باشد پرابلمش کمتر میکنیم که بچه‌اش اگر تونه بیارد زندگیش پیش برد. باقی در امانی الله باشه. هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی، امروز چه خدمت به مردم کردی. 100 بار بدی کردی و شرمی تو نآمد، نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی. گر بر سر نفس خود امیر مردی، بر کور و کرد نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. السلام علیکم هموطنان عزیز، همدیاران عزیز. امیدوارم که همه کس خوب و بردن باشید. برادرای عزیز، برادرای شهر یکاترینبورگ، من اینجا بچه ها شاهد مردگاه اکای جانی بابای مراد، ما از زیاده از 200 کیلومتر یا زیاده از 150 کیلومتر از خود یکاترینبورگ به کجا آمدیم؟ اینجا شهر چی بود اپا؟ شادریخه. پس یالا کم بود در این نوار با میبریم. و اپایی که تخته میکشید و اپایی که گاو میجوشید من همین پهلوی من چشتگی. برادر عزیز خیلی زیاده از 150,000 قریب دویم نوار کردی، 200,000 پرسماتور گرفت. فقط کارتای تاجیکی دوشنبه سیتش بود. من اپا گفتید با خواهش برادرها زبیربانک تشکیل کرد. خودش اپا به نام خودش زبیربانک گرفت. نامروش در زیر نوار میشود، نمره کارتش، نمره تلفنش. برادر عزیز احترامون خوش میکنم، کمک خود را رسونید. انا خودش اپا موندگی گپا و سخن با اپا میتیم. همین اپا چه خیلی همینجا با اومدگی چی حادثه ها رخ دادگی، مثال چی پرابلم دارد بید، چی دشواری کتا بلند گفت. ما اکا جانو همین راستی گپ یکم برای شهر همین فجره سرسی هم میام به خاطری که دادر ما بیام خیلی مادرم که محکم شد یک خدا ماندم. راستی گپ توکل به خدای تاجیکستان برآمدم. من مثال تاجیکستان برآمدگی نبودم.
اومدم در اتوبوس قطعا یپا با خوردم مقصد گفتم که من خیلی توکل به خدا میرم یپا میدونه رسیه چخه بودن شد درون بابا هم کس خودشون نوار با نشان میتن نامشون چی بود؟ اپای که شهلو اپای شالو بعد همی کس قطعی خوجایشان ما همی فرما آوردن راستی گفت 25,000 رویلی کش بود خیلی تو 30,000 کردن همینجا کار کردستیم این دیگه ماهایی که مثال ما اینجا کار میکنیم ناگفتن امانت من یک ماه کار کردگی دکومنت پتن کردگی در حقیقتا پراپیسکا موندگی 25-30 هزار اویلیک دارن و اون ویدیو ما گفتیم بعضی باور نکردن در حقیقتا من اینجا جای خوابشو همه خیلی کارتی تاجیکه شما اینی مادرشون با 5,100 سامان جمع شده 1,000 آمد به آدمایی که خیر کردن به آدمایی که مادرم شخصا گفتن که اینومی ما برسان که من در حق همه مواجه رو دوام میکنم 100 با شکر کنم خیلی آدمای بنانگ بناموس بوده دستگیری کردن 1,000 آمد به آدمایی که مثلا ما در این وقت خیلی دستگیری کردن من یه دو درک دارم به نام نشانه زورم اومد مادرم دکی پولی و کال دارو گذروندن نتونستم به همین خاطر گفتم من یکم زنگ زدم که یکم خیلی من خیلی حال دارم مقصد من باید سوم بزگرانم و چمده ندارم چه کنم اکم یک نوار میکردن که مواجرای اردام میکردن مادرم دین زنگ زد گریه کده خرسان که مقصد بچم دکارتم سوم اومد دارو ما گرفتم این پول ایگه جای من گفتم اوچه جان این پول اکو یاردم کردن مواجرایی که در همین شهر فدراسیون رسید غریبی دن هم بود دستگیری کردن من مقصد شما دا گذروندم ممکن برادرای خودی تاجیکستان هم یاردم کرده باشن دوشنبه سیتی بود او برادرایی که خیر میکنن واسیگا دم و جیم خیر میکنن در نامشون نمیفهمید نامشون نمیدونید او برادرایی که خیر نمیکنید هر خیلی کامنتاری بیزر نسید هر کس خیر میکند برای خود به خاطر خدا برای قبر روشنی قبر خودش میکند برای آخرت خودش میکند من همین اکای جانبک نوار کرده شدم زیاده از 180 کیلومتر تاکسی اگر زنید اگر 5,000 کمش گرفتم یک تو ده عبارت نه 5 تا 10,000 قریب اگه خطا نکنم گوید اگر برای خیر برای روز قیامت گفتم من به پول برای خدمت همین خواهر هموطنی به خاطر خدا ما میروم او برادرایی که خیر کردنی هستن کارت زبیربانکشون میشه دوشنبه سیتی اینی مادرشون هم میشه خیر کنه بر هر خیر گپا نزنه برادر عزیز همین کسی کم در خیر میکنه یکسوم دوستم الله با خودش میتیاد اون آدمایی که خیر میکنن دمیجو میکنن برادرایی که در حقیقتا زنگ زدید من گفتید زبیربانک تشکیل کنید من کردیم برادر عزیز در پدر و مادرتون رحمت الله خیر همتون به درگاهش قبول کنه بیاید همین چند قدر میتونیم همین خواهر به یاردم کنیم و اون ماشینیکایی که من در همین نوار آوازی اون چخید 1,000 سومانی اپیش علای مادرشون اپات چند سومتون گرفته گم همون در همونجا گازنه ویدیو 1,000 چند 1,000 سومان ماشینیکا گرفته گن حالا بعضیا میگن بعضیا گفتن گن که در همون نوار که ماشینیکن اینا ماشین میگفتن در همون روز اول ما زبیربانک میموندیم قریب 200,000 پراسمات رو گرفتیم دویم نوار هم از زبیربانک نداشتم من آواز زبیربانک کردم وقتی زبیربانک میکنم کنی افاد دستتان بود خب برادرای عزیز مادرتان برای چی تو شدید بسیار سوال میکنده مادرم من بچه که من پروک سرسه تولد من شد کارتای خودشون پروک سرسه بچه کم تولد شد همورا راستی گفت خجایانی ما کار نمیکرد در این ولیته زندگی ما را مادرم پیش میبرد بعد بچه‌ام که پروک سرسه تولد شد چیلش پر اومد اون دیلش غمتی سر شد در بنیسه استقلال قرابلو برده خو کده ایده آدم قرضدار شدن راستی گفت من نگفتم من قرضدار شدگیم هم گفتن که من یه خیلی توقعی مثلا پیر شدم پول دارم من فریب کده بعد اومده گرفته بودم محکمش کردن در دوشنبه کار کردم مقصد دیگه بینشده زورم اومد قرضدار شدم بخیستم رسیه اومدم آدمایی که میگن که دروغ میگه و چی من تا حد این کنه نخواستم مقصد در یوتیوب پرتم نکه خیلی خودم بودم زورم نرسید خاطر مادرم من نوارا کردم تا حد این کنه من میخواستم خودم کنم
برادرای عزیز تا یک شخصیت مجبور نشد روزی نوار نمیبرد روی یوتیوب در هر یک کس و نوکس بیا هم خوابگی کنیم نمیشنوه. این مادر مجبور شد که به ما شما مراجعت کند. اون برادری که در واتساپش هم خوابگی دعوت کرد شرم دارید در جای همین خواهر خودتون نمونید مادری خودتون نمونید. ای بس باور کنید ما مسلمان هستیم باید در فکر یکدیگر باشیم در فکر آبادی یک هموطن باشیم. اگر یک خواهر یک برادر ما دستگیری کنیم ان شاءالله پیش میریم. او برادری که در حق وطن در حق تاجیکستان هر خیلی گپا میزنید برادر عزیز شما اگر خانه خودتون با یک حاجت خانه یا یک برادر یا خواهر خودتون با چیکار کرده در همین حیات تاجیکستان اینقدر کنسرتی و تماشا کردم ارزوگل تماشا کردم اینقدر مثال پیران سالوی رفته کنسرت داد که همه ویای کی خوراک میکرد خانه صغیره خانه مثال چند صغیره هست بیکس هست کی خوراک میکرد کی نگاهبین میکنه همه همین دولت و ملت میکنه مابین 30 سال با اینقدر آبادی شده است این آبادی های به نظر گرفتن نکن این کاری که ما میکنیم برای خیر برای هر کس میکند خیر به خاطر خودش میکنه هر خیلی گپای بیزب در حق وطن گپ نزنید همین تونید یاردم کنید نه تونید دعا کنید برادر عزیز اون آدمایی که هر خیلی گپ میزنن همین گاوی بشیره آوازش بلند میشن میگم فهمیدید یگون کار کردگی نیستن ویا همین آدمی که همین یک قسم نمیتید هوای گپ میزنن آدمی که در حقیقتا دورنده هست یک از رحم داره در دلش کمک میکنه دم و خب میکنه برای اول برادر عزیز سخن دراز نمیکنیم خواهرم بسیار گپ مثال و نمیکنیم کسی که میتوند یاردم کند به خاطر خدا و به خاطر خدا همین نوارا پادلیس کنید دستگیری کنید اگر اجازت باشد لایک مونید اون لایک نوارا میبردارد برادر واقعا در امان علا باشه و ناگفتن امانت همین اکای جانبک در خدمت ما و شما بودن و اگر یگان خدمت باشد برای گرانیسه رفته و اومدن نمره اکای جانبک مونه در آخری نوار در زیر نوار میشود و باز عدل نوار میکنیم تلفن کنید در خدمت رسانشون استفاده برای تاکسی هستن یک چند تا ماشین خود رو دارن از شهر اکسترمبورگ در خدمت شما هستن